ما در جهانی که زندگی میکنیم بس موجودات می باشند که جان داره به جان، مستقیم غیر مستقیم در خدمت ما شما انسان ها می باشند و تنها بر ما شما انسان ها خلیفه خداوند جو خدمت میکنند. بعضیشان تعداد ماشین های ترانسپورتی می باشند که از اونا برای حمل و نقل در قدیم استفاده میشد، مانند شتر، اسب، مرکب می باشند و بعضیش وسایل زینتی می باشه که مانند الماس، طلا، زمرد و غیره می باشه که ما شما انسان ها از او بر خود لاکر، گوشواره و غیره چیزها می سازیم. و همینطور بعضی هایشان ماشین های تولیدی می باشند که بر ما شما انسان ها تولید از کاه، کنجاره و اونا نقاق تغذیه میشن و بر ما شما انسان ها تولیدات مفید میکنن، مثلا مرغ تنزل گیریم چیزهای بیکاری ما را میخوره و بر ما تولید تخم میکنه. همینطور گاو چیزهای